اپراسیون کنترل کردن باجر موصل بابت گرم نواندن سربازی و سیاسی العراقی. سه لاین استراتژیل دوروبرن باجر موصل لجر کنترل هزین پیشمرگینه. گلگوری زانس سربازی جهن اکلا کرن لی اپراسیون دا. سه جهت و شلای هزین پیشمرگی و هاتیا کنترل کردن شلای روش حالاتی و شلای باکوری و حد که باجی شلای روش آوایی و شلای روش آوایی و منطقه چای بادوش که روش آوایش چای بادوش هل گرم فرقاس کس که کتشید بود تلعفرو میسل و جهی که استراتژی اسکی موصله صدا میسله في منطقه دیتر چیازر که منطقه همی جهت استراتژی نهاتینا کنترل کردن ده کارت کردن که زورا ایجابی هبیتن و سر کنترل کردن باجره میست. موصل دوام مزانترین باجر عراقیه و ناوند پارێزگه ها نینوایه. هزین پیشمرگه و سپاه عراقی و حشد شعبی و حشد وطنی بحث کنترل کردن موصل دکن. لی ریخستن و دیسپلین سربازی ینوان هزان جگ جدانه. پیشمرگی تجربه تن شرادا شارزان شرادا هر عردی پیشمرگی گیر داعش دی نشه تو عردی دستا بین تدریه و شورش زخم سردهاتین و وگاویا تنظیم کریه و گلک وزیره که چرنگا نشد عردی پیشمرگی گیر او نشونی رو بستین نوه پارێزگه ها نینوا خودان 31 یکین کارگیریه 12 جوان لجر کنترل هزین پیشمرگی دانه و 19 جی دیگل ناوند پارێزگه نزیکی 400 روزانه لجر کنترل چکدارن داعش دانه. افریقا اتچیت باجر موصل او باجره کو گنگشا سرکیت ناوندن سربازی و سیاسی دل عراقی جبر کو پتر ساله که دست چکدارن داعش دا و بحث کنترل کرناوی ده هده کرن لیسه جهن گرنگ ین کو کاریگری هیل سر کنترل کرناوی دست هزین پیشمرگی دانه و بی هفکاریا پیشمرگی باجر موصل بزحمت بیتا کنترل کرن. ایوب نصری روداو روش آوای باجر موصل.